حتما برای شما پیش اومده که بعد سفر دچار یه حس سردرگمی بشین و بخواین زودتر برگردین به نظم زندگیتون. توی این ویدیو از کارهایی میگم که میتونه توی سریع ترین زمان ممکن ما رو برگردونه به روتین زندگیمون. با من همراه باشین، لایک و کامنت و سابسکرایبم یادتون نره. برو بریم. سلام، به ویدیوی جدید خوش اومدید. اول اینکه دلم براتون خیلی تنگ شده بود. الان چند روزی میشه که از سفرم برگشتم و دیگه همه چی به روال سابقش برگشته، روتین زندگیمو دارم و توی این چند روز بیشتر مشغول ادیت ویدیوهای قبلی بودم که توی سفر براتون گرفته بودم و دارم کم کمک میذارمشون. این آخر هفته میخوام بزنیم تو دل طبیعت. من دیدم بهترین فرصته که بیام و همزمان با اینکه وسیله‌هامو جمع میکنم و خونه رو مرتب میکنم و آماده میکنم که راه بیفتیم، براتون از راهکارهایی بگم که این چند وقت انجام دادم تا برگشتم به زندگی عادی و روتینمو دوباره به دست آوردم. با من همراه باشید. برای سفر این آخر هفته چمدون کریان کافیه، چون کلا 2 روز توی سفر هستیم و چمدون کریانم اون بالاست. الان باید برم بیارمش، ولی قبل از اون میخواستم شما رو با پدیده به نام افسردگی بعد از سفر آشنا کنم. این افسردگی بعد از سفر یه قضیه علمیه که داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که برای اینکه برم بالا باید از این استفاده افزاری کنم. داستان از این قراره که شما وقتی که میرین سفر کلی هیجان مثبت دارین. این هیجان مثبت ها چی هن؟ آقا شما وقتی که میخواین برین سفر با آدمای جدید قرار آشنا بشین، جاهای جدید قرار برین، همه اتفاقا نوع و حس هیجان مثبت واسه شما داره. بعد طبق علم روانشناسی وقتی که یه دفعه اینا به شما وارد میشه و یه دفعه توی چند روز بعد از سفر همه اینا ازتون گرفته میشه، باعث میشه که یه حس افسردگی طور توی خودتون حس کنین از اینکه دوباره برگشتین به روال سابقتون و همه اون چیزای جدید هیجان انگیز رو یه دفعه دست دادین. حالا راه حلش چیه؟ راه حلش رو با هم دیگه میگیم. اول بریم چمدون رو بچینیم. من رفتم یه سری از وسیله‌های سفرمون رو جمع کردم که بیام با هم دیگه تو چمدون بچینیمشون. البته همش نیست، اضافه میشه بهش، ولی گفتم که همزمان که دارم میچینم یه نکته سفری براتون بگم. این که آقا این موجود چیز کثیفیه، هر چقدر که شما بشوریدش مثل من بعد از سفرتون ضدعفونیش کنین بشوریدش و اینا، بازم به هر حال تمیز نیست. به خاطر همین همیشه وقتی که میخواین چمدونتون رو روی تختتون بذارین و وسیله بچینین، حتما یه چیزی زیرش بندازین، مثل این شاله که من الان آوردم که میتونیم اینجا بندازیم و چمدون رو روش بذاریم. بعد شاله رو میندازیم تو ماشین و میشوریمش. اولین نکته واسه این که بعد سفر زود به روتین برگردین اینه که باز میرسیم به این چمدون. نکتهش اینه که فرقی نداره که چه ساعتی از شبانه روز از سفر برسیم خونتون، همون موقع که رسیدین چمدون رو باز کنین. چمدون رو باز کنین، وسیله هاش رو در بیارین، اونایی که باید شسته بشه جدا بذارین، ارگانایزشون کنین، اونایی که باید برگرده به کمد برگردونین و فرقی نداره که کی رسیدین، شب روز. من شده حتی نصف شب رسیدم، مثلا ساعت 4 صبح رسیدم تا 5 و 6 صبح کارامو کردم، چمدونمو باز کردم، همه چیزا رو جدا کردم و بعد خوابیدم. این باعث میشه چی؟ باعث میشه که شما اولین قدمی که میخواین برگردین به زندگی عادی رو تیکشو بزنین و همین توی ذهنتون یه حس نظم به وجود میاره. در صورتی که دیدین اگه مثلا چمدون رو بعد سفر باز نکنی سریع، هی دیلی میخوره بهش، هی میخواین عقبش بندازین و ناخودآگاه اون بی‌نظمی که حسش توی ذهنتون ایجاد شده باعث میشه به بقیه کاراتونم نتونین برسین و به خاطر همین اولین چیز میشه تخلیه کردن چمدون. حالا اینجایی که ما آخر هفته میخوایم بریم که من الان دارم واسش چمدون میچینم، یه کوچولو خنک‌تر از تهرانه و به خاطر همین من یه سری پیرهن برداشتم که تو طبیعتم هست، هم بتونم عکس و فیلم‌های خوشگل بگیرم، همین که خنک باشه. یه دست لباسی برداشتم که یکم پلوخوری تره واسه اینکه اگر یه فاز مهمونی داشتیم، شب و دوستامون اومدن و دور همی داشتیم، بتونم چیز کنم بپوشم.
حوله مسافرتی، این حوله ها واقعا کاربردی هن، چون هم خیلی کم حجمن، هم خیلی آبگیرن و هم زود خوش میشن، دو سود خشکن. خب لباسامو گذاشتم، کلاه برداشتم واسه اینکه اگه آفتاب بود و احتیاج پیدا شد، و یه شمیز سفید که خب با همه چیز ست میشه و کلی به کار سفر. کار دومی که خیلی مهمه که شما رعایت کنین که بعد سفر حالتون خوب باشه و بتونی زودتر به روتین زندگی برگردین، خوابه. وقتی که از سفر برمیگردین دیدین کلا تو سفر مخصوصا هرچی به روزهای آخر میرسه آدم وقت نداره، بیشتر از خودش کار میکشه، ساعت بیشتری بیدار میمونه، قدمای بیشتری برمیداره. همین باعث میشه که با یه خستگی از سفر برگردی و خب راه برگشت، دوباره وسیله جمع کردن، اون حس و حالی که دوباره دارم برمیگردم به زندگی، همه اینا باعث میشه یه خستگی رو تجربه کنی. به خاطر همین اول از همه به خودت زمان بده. زمانی که برمیگردی سعی کن یه خواب خوب در درجه اول داشته باشی و به خودت سخت نگیری. بعد از اینکه یه خواب کافی رو داشتی که اون خستگی از تنت در رفت، اون موقع بعد به این فکر کن که تنظیم کنی ساعت خوابتو. یعنی مثلا حالا با توجه به اینکه اون جایی که رفتی مثلا ساعتش با جایی که زندگی میکنی چقدر تفاوت ساعت داره، چقدر روتین خوابت به هم ریخته، یا حتی مثلا ممکنه یه جایی که آدم میره شب زنده دار باشن یا دلش آدم نیاد بخوابه، به هر حال ساعت خواب آدم به هم میریزه. این تنظیم خواب خیلی مهمه، چون که وقتی که خوابت خوب باشه، وقتی خوابت تنظیم باشه، ناخودآگاه اون هورمونایی که توی بدن ترشح میشه تنظیم میشن و این باعث میشه زودتر حالت خوب بشه. و من خودم مثلا توی تجربه خودم همیشه سعی میکنم که اینم بگم که دارم مثل وسیله‌های آرایشی بهداشتی جمع میکنم، همیشه توی این برگا میذارم، باعث میشه که خیالم راحت باشه که نمیریزه به وسیله هام و هم مرتبه، همین که امنه دیگه. آره داشتم میگفتم که توی تجربه شخصی خودم من همیشه روز بعد سفر رو سعی میکنم که استراحت کنم، به خودم سخت نگیرم، به خودم زمان بدم، بیشتر بخوابم. ولی بعد از اون که مثلا دیگه یه خواب خوب داشتم و یه آرامشی گرفتم و مثلا خستگی از تنم رفت، دیگه خودم ملزم کنم که اوکی شب فلان ساعت بخوابم، صبحم حتی شده به زور روزای اول زودتر از خواب بیدار بشم که این نظم و روال خوابه بیاد کمکم کنه و هورمونام هم تنظیم کنه. یه چیزی که خیلی کمک میکنه روحیه آدم بالا بمونه محیط تمیز و مرتبه. من خودم با اینکه جوک اینستاگرامی راجبش خیلی زیاده، ولی از اون دسته از افرادی هم که همیشه قبل از اینکه بخوام برم سفر خونم آینه دسته گل میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما وقتی که تو سفری همه چی برات مهیاست. یعنی شما از هتل گرفته که مثلا داری میری تمیز مرتب آماده واسه اینکه تو لذت ببری، تا رستوران که میری مثلا همه به تو توجه میکنن، تا هر تفریح، یعنی همه چی حول محور لذت توه. و حالا تو فکر کن که از سفر برگردی و با یه خونه کثیف نامرتب سر کار داشته باشی. خب این خیلی باعث میشه که تو اون افسردگی فرو بری و اصلا زود سر حال نشی. به خاطر همین این نکته رو از من همیشه داشته باشین که قبل سفرتون خونه‌تون رو مرتب و منظم کنین که وقتی دارین برمیگردین ذوق خونه تمیز رو داشته باشین. این خیلی کمک میکنه حال آدم زود رو به راه بشه. یه پیشنهاد خیلی خوبی که دارم یه طیفی از کاراست که اسمشو من میذارم خود مراقبتی. یعنی کارهایی که پالس اینو به شما میده که تو برای من مهمی، هوای تو رو دارم، مراقبتم. حالا ریز و درشتم نداره، میتونه یه کار ریزی مثلا مولتی ویتامین خوردن باشه، یا یه کاری باشه سخت‌تر مثل تحرک داشتن و ورزش کردن روزانه، یا حتی مثلا یه چیزی لزوما با تغذیه در ارتباط نباشه یا با جسم، با روان آدم در ارتباط باشه، یعنی مراقب روان خودت باشی. مثلا من وقتی که از سفر برگشتم خب اخبار جنگ خیلی زیاد بود و برای اینکه از خودم محافظت کنم سعی کردم که یه کوچولو کمتر و محدودتر کانال‌های خبری رو دنبال کنم، یا مثلا به اصطلاح یه دیجیتال دیتاکس به خودم بدم، یه چند روزی از فضای مجازی دور باشم، یا هر اون چیزی که به تو حس اضطراب میده از خودت دور کنی و هوای خودتو داشته باشی تا راحت‌تر ریکاوری بشی بعد سفر.
یعنی هرچی از تاثیر تغذیه سالم توی روان بگم کم گفتم. یکی از چیزایی که خیلی میتونه کمک کنه شما سریع به مسیر برگردین بعد سفر همین تغذیه سالمه. اصلا هم سختش نکنین. هر چیزی که دم دستتونه و باهاش میتونین یه غذای سالم درست کنین ازش استفاده کنین. مثلا من همیشه اسموتی خوردن صبح واسم راحت تره، به خاطر همین یه سری میوه میذارم یخ میزنه و این میوه هایی که درست یخ بزنه، مثلا اینجا موز یخزده دارم، نمیدونم فرنگی یخزده دارم، اینا رو گذاشتم یخ بزنم آماده شده. پودر پروتئینم میذارم که سلامت محور ترش کنه و هر چیزی که دم دست دارم. یه نکته که توی این روایت ها اینه که حتما اول مایعات رو بریزونم. مثلا خودم قبلا اشتباه میکردم، اول چیزای جامد و اینا رو میریختم، بعد درست هم نمیخورد. من از شیر بدون لاکتوز استفاده میکنم به خاطر اینکه به لاکتوز شیر حساسیت دارم. برای اینکه پروتئینش بالا بره از پودر پروتئین استفاده میکنم که این شکلاتی هم هست. یه اسکوپ کافی فعلا. بعد دیگه میوه اینکه یخ میزنه خیلی باحال‌ترش میکنه، به خاطر اینکه یه بافتی به اسموتیتون میده که خیلی جذاب میشه دیگه نسبت به میوه عادی که استفاده میکنیم مثلا با یخ. موز و یکم فرنگی. بعد یه چیز خیلی جالبی که هست اینه که من از وقتی که میوه رو واسه اسموتی میذارم یخ بزنه، واقعا میوه کمتری هم اصراف میشه، چون تو تابستون دیگه میوه ها مثلا تو فرنگی موز زود خراب میشن. اینجوری که میذاری یخ بزنه دیگه اصراف هم نمیشه دیگه، به بهترین شکل استفاده میشه. خب دوست دارم یه شات قهوه توش بریزم به خاطر اینکه به نظرم خوشمزه ترش میکنه و الان اون حس خواب‌آلودگی منم میگیره، چون بعدش میخوام بشینم پای ادیت تا زمانی که حالا وسیله‌هامو که جمع کردم، تا زمانی که بخوایم حرکت کنیم ادیت ویدیو انجام بدم واسه این که میخوام یه دونه ویدیو هم آپلود کنم توی یوتیوب قبل رفتنمون. خلاصه خیلی شلوغ پلوغم، برم میشه قهوه بزنم. شما رو به خودم میبرم. یکی از چیزهای دیگه‌ای که سنت منه و همیشه دوست دارم که رعایتش کنم اینه که وقتی که میرم سفر، برای اینکه ذوق برگشت داشته باشم، همیشه یه سوغاتی واسه خونه هم میارم، به خاطر اینکه اینجوری یه حس خیلی خوب بهم میده که هم که احساس میکنم که مثلا اینکه به خونه برمیگردم یه ذوق زیادتری دارم. خلاصه این سوغاتی خونه است توی سفر آخری که داشتم که با روش سنترال پرگو زده، که کافه‌ای که تو سریال فرندز میرفتن. اگه دیده باشین دیگه نیاز به توضیح نداره. بریم سراغ ریختنش و بعدم بجام برم سراغ ادیت. چی شد؟ آخش ببین، یعنی از صبح که پا شده بودم مشغول کارا بودم، وقت نکرده بودم یه چیز درست حسابی بخورم. به نظرم بهترین انتخاب کردم. یه کار دیگه که خیلی کمک میکنه که بعد سفر حال خوب رو تو خودتون ایجاد کنین و زودتر به روتین برگردین، نوشتن کاراتونه. آدم وقتی توی سفره، خب مثلا همه زندگیشو پاز زده معمولا و اینجوریه که مثلا کلی کار عقب مونده و نیمه تموم و اینا تو ذهنش داره که همه اینا باعث میشه ذهنش شلوغ بشه و نتونه تمرکز کنه، همینجوری دومینووار کاراش خوب پیش نمیره. و اینجا میتونی شما اولین فرصتی که بعد سفر پیدا میکنین، من معمولا توی فرودگاه این کار میکنم، توی نوت گوشیم، اولین فرصتی که پیدا میکنین بشینین تمام کارهایی که
توی ذهنتونه بریزین رو کاغذ، بریزین تو سیستم، مکتوبش کنید و یه کار بزرگ رو تبدیلش کنیم به چند تا کار کوچیک قابل انجام که مثلا به شما بگی که خب این هفته من چه کارایی تیکشو بزنم دارم نرمال پیش میرم. همین باعث میشه که اون حس نظم توی ذهنتون به وجود بیاد و ناخودآگاه تاثیر بذاره رو کارهای دیگه‌تون. به من که خیلی کمک می‌کنه. همه این نکتهایی که گفتم کارهای ساده‌ایه که من انجام میدم که بعد از سفر بدون تجربه حال بد برگردم به روتین زندگیم. شما هم از تجربهاتون توی کامنت ها برام بگین. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین و اینکه منم الان برنامه‌م اینه که برم بدوم بشینم پای ادیت و حاضر شم یه 3-4 ساعت دیگه باید راه بیفتیم. سعی می‌کنم از اونجا هم براتون ولاگ خوب بگیرم. مراقب خودتون باشین. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. فعلا.